شب 23 دکبر به تاجیکستان 2.9 میلیون ویای واکسین خطوی کروناواک وارد کرده شد. این آخرین بخش از 3 میلیون ویای واکسین ضد کرونا ویروس است که تاجیکستان توسط برنامه کوواکس بر پایه کمک بلاعوض بانک آسیای رشد به دست آورد. به این ترتیب تا امروز به تاجیکستان توسط برنامه کوواکس 11.4 میلیون ویای واکسین ضد کرونا ویروس وارد کرده شد و می توان گفت که این کشور برای 2 ویای واکسین زدن تمام اهالی کلانسولش مقدار تقریبا کافی واکسینه ها را به دست آورد. طبق نقشه ملی در تاجیکستان باید تمام اهالی کلانسول سنشان از 18 بالا یعنی حدود 5.8 میلیون نفر از کرونا ویروس 2 ویای واکسینه بگیرند که برای این نزدیک 12 میلیون ویای واکسینه لازم است. تاجیکستان این همه 11.4 میلیون ویای واکسینه را توسط برنامه کوواکس که سازمان جهانی تندرستی با مقصد دسترسی عادلانه همه کشورها به واکسینه های ضد کرونا ویروس تأسیس داده است رایگان به دست آورده است. مقامات تاجیکستان واکسیناسیون را یک راه از همه مؤثر پیشگیری از کرونا ویروس مینامند و اهالی را تشویق میکنند که به هر گونه آوازه های بی اساس و باوری های خرافاتی داده نشده حتما واکسینه بگیرند. ستاد مبارزه با کرونا ویروس حکومت تاجیکستان واکسین ضد کرونا ویروس را برای تمام اهالی کلانسول کشور حتمی اعلام کرده است. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی تاجیکستان تا 21 دکبر 3,684,917 نفر از شهروندان یعنی 62% حداقل یک ویای واکسین ضد کرونا ویروس را گرفته 2,891,471 نفر یا 49.1% علاکه هر 2 ویای واکسینه را گرفتند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان از 13 سپتامبر به این طرف یعنی در 100 روز آخر همگی 5 مورد نوی سرایت شهروندان به کرونا ویروس را رسما اعتراف کردند. ولی طبیبان و ساکنان میگویند هرچند دامنه پاندمی حالا به حد تابستان نیست باز هم شماره واقعی بیماران خیلی بیشتر از ارقام رسمی وزارت تندرستی است.